مرد 45 ساله ساکن جماعت دهه یووه نوی باباجان غفوروف صبح ششم ماه ساعت 8:00 در کوچه نصرالدینوف جماعت یووه با مرد 27 ساله ساکن امین جماعت جنجال کرده با زوری از جیبش 6450 سومونی را کشیده گرفته است. نسبت به گمانبر بر اساس قسم دویم ماده 248 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده گشودند. به او برای غارت بر اساس این بند قانون از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند. شام ششم ماه تخمینا ساعت 19:50 راننده اسکوتر نظروف زویر سال تولدش 1972 ساکن جماعت قبلی نویه رودکی هنگام حرکت از سمت کوچه قهارو پایتخت به سمت نویه رودکی در روبروی نقطه فروش سوزشواری غیرت به قسمت قفای автомاشین بارکش تمغه خوبه تحت اداره نگماتوف امینجان سال تولدش 1994 ساکن جماعت جمتیپه نویه رودکی برخورد است. در نتیجه راننده اسکوتر نظروف ظاهر جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در راه به بیمارخانه جان داده است. روز 16 ماه ساعت 9 در نویه خوولینگ مسابقه عمومی جمهوریوی گشتین ملی دایر می شود. وزارت کارهای داخله خبر داد که این سبقت گشتین با اقدام و دستگیری رئیس مجلس ملی رستم امامعلی برگزار می گردد و همه خواهشمندان و ورزشگران می توانند در این مسابقه اشتراک کنند.